از اونجایی که قرار بود مامان اینا از کربلا بیان، یه روز قبل رفتم خونه‌شون و حسابی خونه‌شون رو آب و جارو کردم. بعدش از تو حیاط سبزی خوردن تازه چیدم. بعدش رفتم سراغ خیس دادن نخود و لوبیا که شبش آبگوش بار بذارم. اینجا هم سماور بزرگ گذاشتم چون قرار بود مهمونای زیادی بیان خونه بابا اینا. شیرینی و شکلات و کیک و میوه‌ها رو چیدم توی ظرف. بعدش رفتم سراغ بار گذاشتن آبگوشتم. دیگه گذاشتم رو شعله گاز، نخود و لوبیا، پیاز، گوشت، ادویه و آب و گذاشتم رو شعله کم که حسابی بجوشه و جا بیفته. اینجا دیگه بابا اینا رسیدن و سر کوچمون پیاده شدم. ما هم که با فامیلامون رفتیم به استقبالشون، وسایلشون از دستشون گرفتیم و با هم دیگه رفتیم به سمت خونمون. اینجا دیگه همه مهمونامون اومدن و دور هم نشستیم، چای شیرینی خوردیم. بچه هم از مدرسه رسیدن. بعدش رفتیم سراغ پهن کردن سفره نهار. آبگوشت هم دیگه جا افتاده بود. با کمک عمه و فامیلا آبگوشت ریختیم توی ظرف، سفره نهار رو پهن کردیم. بعد با کمک همدیگه از همشون پذیرایی کردیم و امیدوارم از دیدن این ولاگ ساده و خودمونی حسابی لذت برده باشید.